زیبا یوسفova باز هم سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. زیبا یوسفova یکم لایک، تشکر زیاد برای لایکتون. چیزهای مفید دویم لایک. السلام علیکم سوزین، خوبین؟ سلامتی خوب است همه کسا؟ شکر خدا خوبیم. تنجیم شما نغزین سوزین، خوش آمدین. چیزهای مفید میشود الحمدلله. ساز خوب. زیبا یوسفova علیکم بر سلام. چیزهای مفید. خب دوستان گرامی، تا دیگران اومدن یک کمترک و کتاب بکشایم. زیبا یوسفova همینجا هستین؟ چیزهای مفید آباد و سربلند باشین. اپای زیبا جانک شویف کمتر سوال جواب شود. سوال جواب کنیم. زیبا یوسفova لایک رو فراموش نسازید. همه جایم. خب نظرتون چیه؟ فکرتون چیه که زیبا یوسفova یعنی درس آسان بود یا قییم بود، یا ترجمه کم بود یا که کلمات زیاد بود؟ یعنی چی کم بودی از در افیری ما؟ اگر یکون کم بودی ما نمیگفتیم خیلی خوشحال میشدیم. جانب شایف استاد تو اومدن دانش آموزا را فهمم. تو اومدن دانش آموزا را جانب شایف حوال داریو. زیبا یوسفova معلم گوشم به شما. سلام علیکم. علیکم سلام. سیم لایک، تشکر زیاد، رحمت. چیزای مفید حوال داریو جانب شایف. اویلاری در آلمان. سیم لایک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گران قدر. خب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد. اپای اویلوی در آلمان، خوش آمدین. زیبا یوسفova ساز معلم. خب جانب شایف I am 20 years old. Okay. What do you think about your lessons? It's good, it's normally, it's bad, it's what do you think? چیزهای مفید اپای آلمانی، خوش آمدین. زیبا یوسفova هم یکی صنف یک بودیم، خودمان احساس کردم. سلامت باشین. خب ما کتاب بکشویم. This lesson good.
This lesson good, huh? So this lesson is good. Okay? Is میاریم. Only try. Okay, I will try. Thank you so much. خب الان که 7 نفر شد درس هم آغاز کنیم بشه. بعدا درسمون تقریبا همش سوال جوابه. یعنی از یک لحظه دو صفحه است، همش سوال جواب است. یکون مایده بگم که چی نیست، متن که بگم یک صفحه و گراماتیک یک صفحه باشه خیلی نیست، همش سوال جوابه. میگذاریم با سوال و جواب با کتاب. اوکی thanks. خب 8 نفر شدیم، آغاز میکنیم ها. جنازه صبرینا ششم لایک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از نامی اویلوی در آلمان. تشکر زیاد اپای آلمانی، خوش آمدین. خب درس امروز رو آغاز میکنیم. دوستان گرامی درس 18 است از کتاب نیو گرامر تایم 1. خب موضوع درسی گذشته درباره جانشین های صاحبی بود و اپوستروف اس یعنی اسی ملکیت بود که گرفتیم و تمرین ها رو نیز کار کردیم. اکنون امروز درباره چخیل رنگ رو میپرسیم، یعنی رنگی چیزی که برای ما لازم باشه چخیل میپرسیم. زیبای اسپا معلم، من دوست میدارم زبان انگلیسی را. حاضر بسیار موضوع خبرها فیلمها با زبان انگلیسی است. اگر کمی هم یاد گیرم خوشحال میشم. بله راست میگن زبان انگلیسی این زمان یکی از زبان‌های مهمترین در روی جهان به حساب می‌رود. این چیزا مثلا خب برای خودنشانتی نمیگیم، این همه میدونم. مثلا شما اگر زبان انگلیسی را یاد گرفتین، زبان انگلیسی را فهمیدین، استفاده کامپیوتر را میتونین استفاده کامپیوتر کردن. به خاطر که بسیار جاهای کامپیوتر یا که بسیار تکنیک با زبان انگلیسی است. پروگرام‌های ورد دیگه پروگرام‌ها را میتونه استفاده کنین. بسیار پروگرام‌ها اصلشون انگلیسی هستن، بعدا کپی میشن به زبان روسی یا که دیگه چیزا مثلا کپی میشن. شما اگر انگلیسی را آموختین بسیار کارهاتون چی میشود؟ آسان میشود. خب یعنی سفر کردن برای شما کلای است، یعنی برای سفر کردن کاری نغز، امکان کاری نغز پیدا کردن است. یعنی چندین فایده های دیگر هم دارد. چیزهای مفید. Everyone is welcome. Thank you. چیزهای مفید. Thank you and your thank you and you welcome to. You are welcome. You are welcome to. خب هم جک چی دادم زد؟ جک ما را میشناسین؟ جک ما یکی از ثروتمندترین شخصانی که در خطای هست. کی میشناسه؟ جک مارا قصه میکنن که در سن 12 یا 14 سن سالش در یادم نیست، مهم در سن سال مکتب خانهش قصه میکنن. میگد که برای آموختن زبان انگلیسی 8 کیلومتر را طی میکرده است میرفته است. 8 کیلومتر را طی میکرده است میرفته است با دوچرخه ولاسپد تا که زبان انگلیسی یاد بگیره، باز بگرده بیاید. امروز فرصتی خیلی مناسبه برای همه ما و شما. در خانه ما نشسته هستیم، میزنیم یوتیوب زبان انگلیسی برای نویادگیران. انگلیسی для начинающих, турецкий для начинающих, турецкий средний уровень. یعنی چیزی که ما میخواهیم مینویسیم، میبرد در خانه نشسته هستیم و تماشا میکنیم مینویسیم. و باز بعضی درس های آنلاینی هست، مثل درس های ما یا درس های دیگر نفرها مثلا در خانه تون نشسته هستین، استاد خودش میفهمونتون. یعنی گویا که اگر همین چیز مثلا
10 سال 20 سال پیش اگر سال 2000 مثلا اون کس میگفت که 20 سال بعد ساعت 1 شب 2 شب ساعت 4 روزه کدام وقت فراد معلم میاد در خانه درس میده میگه نخواست ساعت 1 شب معلم بیا از این زمان در بعضی جا ساعت 1 شب مثلا ساعت 12 شب یعنی باور نمیکردیم از در خانه نشسته همش چیکار میکنیم میتونی که از طریق اینترنت آموزی و این زبان انگلیسی برای بلاگران بسیار فایده خوب داره. چه فایده داره؟ مثلا شما وقتی بلاگران با زبان تاجیکی گپ میزنین شما را کی گوش میکنه؟ یعنی از 9 میلیون تاجیک خب همش اینترنت ندارن همش تلفن ندارن شاید که 1 میلیون یا 2 میلیون نفر شما را گوش کنه تماشا کنه مثلا. اما وقتی شما با زبان روسی با زبان روسی افیر میکنین با زبان روسی ویدیو میپارتین با زبان انگلیسی افیر میکنین یا که ویدیو میپارتین تصور کنین اگر با زبان انگلیسی ویدیو کردین پارتوفتین تصور کنین که شما را چند میلیون آدم در روی جهان تماشا میکنن. این تصور کنین یک خودتون تصور کنین که چند میلیون نفر شما را تماشا میکنن. حتی یک کانال کودکی هسته پیش وقت با زبان روسی برنامه‌هاشون تهیه میکنن حاضر باشه با زبان انگلیسی تهیه میکنن البته دیده باشین اگر 66 یا 67 میلیون نفر آبونچی دارن فقط آبونچی تماشابین به حد زیاد یعنی هر یک ویدیویی که میپارتاین و البته در روزش 1 میلیون تماشابین پیدا میکنن. برای چی؟ به خاطر که با زبان انگلیسی است. یعنی زبان انگلیسی را وقتی ما میآموزیم ویدیو تهیه میکنیم شما تماشابینی زیاد دارین. معذرت میخوام از یکی که شما به خاطر سخن دراز کردن یک کمی از موضوع بیرون برآمدن. یک لازم کامنت رو جوابتون بدن که خشک گرفته کامنت رو دارم میخونم بعدا درس سر میکنیم ان شاء الله. خب دلنوزا سابینا زبان انگلیسی عمومی جهانی است این به همه ما معلوم است بهترین که زبان انگلیسی را بدانیم خور نمیشیم هر کی جایی رویم ان شاء الله. بله واسه 91 لایک سلام تیچه سوزین خوب ان شاء الله. و علیکم سلام شکل خدا خوب تنجم اوچای بسیر خوش آمدین به همه سلام دوستانی در افیر بوده سیمپلمن علیکم سلام بسیر خوش باشید چیزهای مفید و علیکم سلام بسیر برادر خوش باشین زیبای اسپو علیکم سلام بسیر 91 راستی که آوازتون رو نمیفهمم چون که در مترو هم به هر حال تماشا میکنم یک دستگیری سلامت باشین تشکر زیاد برای دستگیریتون. سیمپل سلام سوزین علیک میشه سوزی خدا بسیر 91 زیبای اسپو سوزین دلنوزا سلام دلنوزا سابینا خوش آمده بسیر زیبای اسپو معلوم حوزی لنتای شیدیم فقط کینو کشکی که فایده داشته باشه. بسیر 91 تیچه درستون رو ویرون نکنم با طلبای سیرگف آمد گفته جنگ نکنه با نه ایشو در اون چی نیسته. خوش آمدین جیمز بون سلام جیمز بون معلم سلام معلم و علیکم سلام خوش آمدین جیمز بون زیبای اسپو راست رحمت معلم سلامت باشین جیمز بون معلم درس یکم زبان انگلیسی ساعت چند می شود؟ درس یکم زبان انگلیسی 1 ساعت پیش به تمام شد ساعتی 7 بود یعنی میتونید تکرارا تماشاش کنین فقط الفبا را گرفتیم و چند کلمه و باز روز دوشنبه ساعتی 7 است 7 به وقت مسکو. زیبای اسپو بسیر شکرانه که استاد شما سوزین دلنوزا استاد عزیز اگر ما را خواندن گیره درستون یعنی وقتون میگذاره درس گذاروندن گیره ما را اهمیت ندین. خب انشاءالله درس سر میکنیم. خب دمی خیلی دوستان گرامی میگذاریم به درس خودمان درباره پرسیدن رنگ ها هست. What color is what color are what color is what color are اگر ما درباره بعضی چیزهای پرسیم که شکل تنها باشن یعنی شماره تنها باشن پس what color is میپرسیم. اگر ما پرسیم که what برای چیزهای جمع باشد what color are میگیم. خب از سوال هایی که از جمله هایی که در پایان است از خوب معلوم میشود. برای شکل تنها یعنی وقتی که ما یک چیز رو پرسیم مثلا اگر بگیم که
همین استکان یا کروشکا جام چی رنگ است مثلا چه خیلی میپرسیم what color is clothes bike. خب در اینجا bike آمده است میتونیم what color is teacher's cup. خب یعنی جامی یا که کروشکای معلم چی رنگ است مثلا what color is clothes bike یعنی رنگی دوچرخه کلو چی رنگ است it's green جواب اینقدر it's green یعنی وای سبز است وای green وای سبز است این بود برای شکلی تنها وقتی که یک چیز رو میپرسیم اما اگر برای شکل جمع باشد مثلا دو سه کروشکا در جای است یا دو سه کتاب در جای است یا که مثلا عینک رو با شکل جمع میپرسیم شیم رو با شکل جمع میپرسیم برای که دو پاچه دارد خب پتنینکا رو پایافزال رو با شکل جمع میپرسیم برای که دو جفت است یعنی دو تا است یعنی what color are cuties inline skates خب میگه که همون رول کلیکانکی یا رولیک های کتی چی رنگ است یعنی چگونه که در درس گذشته درباره رولیک صحبت کردیم همون پاتینکو هایی که پایافزال هایی که چرخ دارن یعنی در زیرشون جواب چخیل میتیم they are red یعنی سرخ هستند اونها سرخ هستند در اصل در اینجا they are red هست و اینجا اختصار شده است یعنی کوتاه شده است خب تمرین کار میکنیم با هم look read and write یعنی نگاه کن و بخون بنویس what color is Emma's bag خب اینجا نگاه کنیم در اینجا دو نام اومده است اما و پیتر اما و پیتر خب اینجا دو نام است در اینجا میگه که سمکه اما چی رنگ است خب خودش کار کرده است میگه it's brown یعنی نگاه کنید اگر قهوه رنگی است یعنی وای قهوه رنگی است what color are Emma's sunglasses عینکی اما چی رنگ است عینکی اما چی رنگ است they are purple برای چی در اینجا are آمد در اول در اینجا are آمد و باز در اینجا there آمد به خاطر که عینک دو چشم دارد دو شیشه دارد بنابراین به شکل جمع استفاده می شود خب بس این افیره کینو بکردین کتی چه یعنی خوب است یا که ناخوب است چخیل است ترسیدم یک سمایلی که وای ممنونم خب نمیدونم چی بگیم اگر بگیم که مونه یک ضرر داشته باشه خب جیمز باند یک هفته در چند روزه او درس در یک هفته 2 روزه دوشنبه هست پنجشنبه هست یعنی امروز پنجشنبه هست دوشنبه پنجشنبه ساعت های 7 و از این کتاب نیو گرامر تایم نیز دوشنبه پنجشنبه ساعت های 8 برای چی در یک هفته 2 بار شد به خاطر که دیگر درس ها هم سر کردنیم درس های روسی ترکی هم سر کردنیم خب بس یک what color teacher's cup what color is is میاد بله what color is teacher's cup it's white یعنی وای سفید است رسوی میکرسیم 12 هم لایک تشکر زیاد برای لایکتون برای لایک موندن و آمدن تون خب رقم 3 را کار میکنیم دوستان گرامی what color is خب در اینجا green یا کنین سبز در اینجا چی است سبز در اینجا کرته هست خب این است خب انا مینا چخیل میگم که خب مایکه هست بگیم مایکه اما چی رنگ است خب جیمز باند با وقتی آلمان ساعت چند میشه و براستی نمیدونم با وقتی آلمان راستی نمیدونم با وقتی مسکو ساعتی 7 یعنی در برای کسانی که نو می آموزن ساعت 7 است اما با وقتی آلمان نمیدونم یعنی میتونید در گوگل نویسین یعنی ساعتی مسکو رو نویسین what time is it in Moscow ساعت چند است در مسکو میبروره و ساعتی خودتون نگاه کنین یا این زمان نگاه کنین از در اینجا ساعت مثلا 8:28 است با وقتی مسکو ساعت 8:28 خب ساعتی خودتون نگاه کنین ساعت چند است باز ساعت 8:28 است در ساعت 7 سر میشم خب جیمز بوند
جیمز بوند من کودکی مایده دارم بعضی وقت دیر میکنم. خوب اگر دیر کردیم به شرطه میتونیم همون افیرا تکرارا تماشا کنیم. افیرا ثبت میشوند در کانال میستند و یک پلیلیست علاوه جدا میکنیم انگلیسی برای نو یادگیران. جیمز بوند اگر بدای که 6 بوده. 6 بوده. اگر 6 بوده. جونیک شویف امس شیرت. خب کی جونیک شویف شیرت چی میشود؟ کرتا میشود. پیراهن یعنی کرتا را شیرت میگن. اما مایکه را چی میگن؟ چیزهای مفید. What's the time? What's the time? What's the time بله یعنی ساعت چند است. What's the time? What is the time? یعنی وقت چیست یعنی درباره وقت پرسیده. Simple man. What color is Emma's shirt? The short نوشتین شما که simple man short نوشتین T short. shirt نمیشه که simple man فکر میکنم شیرت میشود یا نه. یابر بینیمش. بیا بر میبینیمش یک جویه. خب t-shirt میشید است که simple man t-shirt t-shirt بله. خب کی باشد میریم به سراغ کتاب. قلم بگیریم. simple man sorry no problem. خب برای که یعنی معلومات در ویدیو نادرست ثبت نشود تا که اون کس بعدا اگر با اون زبونه یعنی غلط چی نکنه مثلا غلط اذیت نکنه به اون خاطر گفتم. What color is Emma's? Emma's خب T-shirt is Emma's shirt. درست علامتی سوال میگذاریم یعنی سوالمون تیار شد. جواب چه کلمته؟ It's نوشتین درسته. It's green یعنی وای سبز است. درست تشکر. simple man شورت کوتاه بله شورت کوتاه میشه هم چی را میگن شورتیک یعنی چخیلی به زبان روسی میگن شورتیک. خب اکنون در اینجا بلک آمده است. بلک یعنی سیاه. بلک سیاه. در اینجا سیاه چی است؟ عینک هست. عینک یعنی این است. پس خیلی سوال میکنیم که عینکی پتر چی رنگ است؟ پتر چی رنگ است؟ عینک پتر چی رنگ است؟ خیلی سوال میکنیم. خب چیزهای مفید استاد مده با انگلیسی جواب دید. شما ما را پرسیدید در فیلم که کی را یاردم کردین؟ جیمز بوند یاردم کردین. What is the time? It's 8:32. It's 8:32. یعنی ساعت 8:32. یعنی که اگر کوتاه کردن آسان‌ترش کنیم اگر بگیم که ساعت 8:30 است It's 8:30. Okay? It's 8:30. ساعت 8:30. خب رقم 4 در رقم 4 هستیم. Peter sunglasses there. خب سوال چخیل میگذاریم simple man یعنی بیم من کمکتون کنم. اول با what سر میکنیم. what دوامش what دوامش جونیک شویف همینجا هستین. جونیک شویف خب simple man Peter's جونیک شویف what color are Peter's sunglasses؟ بهترین تشکر.
what color are chunki sunglasses yani jam ast. What color are Peter's sunglasses. خب جواب چقدر میگردونیم؟ راههای شهر مسکو. سلام علیکم. سلام، خوش آمدین. سیمپلمنت چیزی نوشتین که ندیدم راستی. جواب چقدر میگردونیم؟ جواب کی گردونده بود؟ Simpleman they are. بله they are میشه و جونیک شویب نیز نوشتین they are black. بله درست. They are black. تشکر. خب اکنون رقم 5 نگاه کنیم اینجا red نوشته گه red یعنی سرخ و در اینجا سرخ چی است؟ باز مایکه هست. خب چخیل میگیم که مایکه پتر چی رنگ است؟ مایکه پتر چی رنگ است؟ چیزهای مفید فرمو استاد. سلامت باشین. که چیزهای مفید شما اینجا سوال کرده بودین که what is the time. خب what is the time هم می شود. what time is it هم می شود. what is the time چخیلی شما نوشتین what is the time. what time is it نیز می شود برای سوال کردن. زیادتر what time is it استفاده میکنن. what time is it. what time is it یعنی ساعت چند است. what time is it. what time is it مثلا ساعت روزی 8:35 است. اگر بگیم که 25 دقیقه نو هست میگیم که 25 to 9 25 دقیقه نو. چیزای مفید excuse me troubling you. no problem. چیزای مفید ما چندین افراد اعلام کرده بودیم و باز اعلام میکنیم که ما زبان انگلیسی را به سطح عالی نمیدونیم. تا همون درجه نمیدونیم که میخوایم که یک کسی کمک کنیم. یعنی اینقدر میدونیم. اما اگر بعضی وقت یکون سوال میشوه ما به یکون جای خجالت به یکون شرم ایزا میگیم که این سوال رو نمیدونم و باز از دیگران میپرسیم. مثلا میگیم سیمپل من ترجمهش چی میشه یا که دیگرش میپرسیم چی میشه. هدف از افیر کردنمون یعنی همین زبان یک جای آموخته رفتن است. یعنی اینجا من افتخار نمیکنم فخر نمیکنم من معلم هستم یا استاد هستم من بسیار میدونم. ما هم چنین شما میدونیم که از شما در پستر میدونیم. فقط میخوایم که همین را به طریق افیر بکنیم که تا که یکان نفر که از ما و شما کمتر میدونن او هم بدونن یاد بگیرن. Simple man, what color is Peter's shirt? It's red. Okay, good. Thank you, simple man. Johnny Shoaib, what color is Peter's shirt? بله. Johnny Shoaib, it's red. بله درسته. جواب هر دوتان درست. Good job. What color is Peter's? What color is Peter's? Oh, T-shirt. What color is Peter's T-shirt? خب در جواب میگم که it's red. خب رقم 6 چی میگه در اینجا blue کبود. کبود میگه در اینجا کبود کدومش باشه؟ کبود اگر سمکه را بگیم رنگی سمکه و رنگی شیم هر دوش تقریبا یک است. خب یلو معلوم است که شیم است. خب یعنی سمکه را کبود حساب میکنیم. یعنی سمکه را چخه میپرسیم که سمکه پتر چی رنگ است؟ سمکه پتر چی رنگ است؟ خب جونیک شویف
What color is Peter's bag? بله. طرز سوال گذاریتون درست. میرویم برای جواب گرداندن. What color خب what color is چی بود Peter what color is Peter's bag سمکه بود bag what color is Peter's bag خب جواب نوشتین جواب چیزایی استاد من نو یاد گرفتم فرمان نو یادگیر باشه انشالله با هم مایده و پیش میریم جونیک شریف it's blue بله it's blue اوکی اکنون گری خب شیم رو گری حساب میکنیم گری خاکستر رنگ چخیل میپرسیم که شیمی اما چی رنگ است خب کی باشد it's blue نوشتیم بله مهری مادر السلام علیکم و علیکم السلام مهری مادر سازین خوبین انشاءالله استاد شکر خدا خوبیم تنجیم شما نغزین سازین مهری مادر خب در سر خونده با bags and Peter's چی رنگ است چه بگ چخیلی نفهمیدم گفتون در سر خونده با جونیک شریف what color are Emma's shirt نه یک بار دیگه فکر کنین که جونیک شریف یک بار دیگه کمتر دیگه فکر کنین میری مادر در سر خونده با سازین خوب انشاءالله خب جونیک شریف یک کمتر دیگه فکر کنین واتش درست بود what color شام درست بود what color خب simple men what color are Emma's معذرت که جونیک شریف سوری نوشتین ما باید بخشش پرسیم سوری معذرت گفته شما درست بود ار نوشتین درسته به خاطر چی؟ به خاطر که شیم دو پاچه داره شکل جمع استفاده میکنیم درسته what color are Emma's خب trousers همه خیلی نشته میشه trousers یا اون کس میتونه تفتیش کنه trousers درسته یا trousers شکل در نوشته درسته انشالله خب جواب چخیل میشود they are grey بله درسته they are grey بله درست تشکر جونیک شریف معذرت که من کمتر یعنی شیما شکل جمع شده نظر نداشتم یعنی از جانبی مرشد یک هم بودی معذرت trousers بله نوشتین روی کنید درسته trousers درست خب مهری مادر شکرانه الله ساز خوب استاد چیزهای مفید کانال شما را دیده بسیار کتاب‌های انگلیسی را اسکچت کرده کم خوانده استم انشاءالله پیش از همه با شما تشکر بیان میکنیم که انشاءالله با کمک شما کم یاد گرفته استیم درساتون را میبینیم سلامت باشید خیلی منتظر هستیم که کمک ما در یک نفر رسیده است سلامت باشین چیزهای مفید مادر خوش آمدید simple men they are great درست بله درسته تشکر simple men مهری مادر خداوند دائما ساز باشین دست خانزی با خوش باشین چیزهای مفید رحمت جونیک شریف تراوزر بله نوشتیم خطا رحمالین بچه نمیموند نویسم خب بچه ها نمیموند نویسم خب
simple man. What color are Peter's trousers? بله نوشتیمش. What color are Emma's? این سوال دیگره. این سوال آخرانه. بله درست. What color are Peter's trousers? درسته که simple man they are yellow. بله جوابتون هم درسته. گتویم دوما سلام علیکم. علیکم سلام جونک شو they are yellow. بله درسته. میری مادر و علیکم سلام دوما. خب درسته. می نویسیمش. What color are Peter's trousers? خب جواب they are می شود. they are yellow. بله درست. خب این تمرین را کار کردیم. اکنون میگذاریم به تمرینی پویانگی میرویم که در پویان چی گپ است. خب اینش را کار کردیم. خب ایناش کار کردگی بودن. خب اکنون تمرین رقم 14 میم. read, choose and write. بخون، انتخاب کن و نویس. از همین کلمه هایی که در اینجا آمدگی هستند، یعنی حاضر در بین این قطعه بگیم car keys, devs, zoes, my دو بار می آید در اینجا your. از همین کلمه ها ما و شما باید که در این جاهای خالگی استفاده کنیم. خب یکمش خودش کار کرده است. یکم دیگه خورد کنیم این صحیفه را. نمایان هست میبینین. اگر همی خیلی خورد نشانته میبینین. اگر نبینین خب مجبوریم کمتر کلون کنیم. ای تلفنی من چسبیده موند. چسبیده است ای؟ من از دیگر تلفنی جا از دیگر کانالم در آمدگیم. فکر میکنم که وزیراش خوب وقت است. خب یکمش خودش کار کرده است. یکم دیگه خورد کنیم این صحیفه را. نمایان هست میبینیم. یعنی اوزی از من چسبیدگی نیست. از من رفته است خیلی اوزی. من از دیگر کانال در آمدگیم. برای سنجش هم برای سنجش هم برای کامنت‌های شما رو خوندن. اگر خیلی نکنم مجبورم که هر یک کامنت را خوندن ده اینه خیلی روم از اینجا چو کنم کامنت رو بخونم. خب دوام میتیم. جونک شویف پلوس موندن یعنی که خوب است. کفیره میخینه خیلی باشد دوام میتیم. گاتویم دوام پلوس موندن خب بهترین. رسمی یکم نگاه کنیم. This is my chair. This is my chair. علاقه my رو استفاده کرد. و کی میگه؟ توتی میگه This is my chair. زویا میگه brain. That's خب باید چی بنویسیم؟ That's در جای خالگی باید چی بنویسیم؟ رسول لطیف سلام بچه ها. سلام و علیکم سلام. رسول لطیف خوش آمدین. گتویم دوم و علیکم سلام. جونک شایف سیمپل من همینجا هستین. کوی زوی چی گفته است؟ چی می نویسیم؟ اگر شو نمایان نباشه حرفو کلام کنیم. نه زوی خودش گفته است. جونک شایف زوی خودش گفته گه مثلا نگاه کنیم This is my chair. توتی گفته است. This is my chair. این کرسی من است. اکنون زوی چی میگه؟
brain. That's خب افیر چسبیدگی برادرها که جواب نیست و حاضره. الو خب جان شیف کارکیز. بله کارکیز میشه در اینجا. کارکیز بله یعنی وقتی که کارکی گفت که this is my chair این کرسی من است، زوی میگه brain that's Corky's chair. brain و کرسی کی است؟ کارکی است. درست، تشکر جان شیف. خب رسم دوم. در رسم دوم توتی میگه is this در جای خارجی چی می‌نویسیم؟ جان شیف your. بله your میاد در اینجا. your book. is this your book brain؟ این کتاب تو است brain. و brain در جواب میگه no it isn't it's. خب در جای خارجی چی می‌نویسیم؟ با فکرم که افیر کمتر چسبیده است. خب همین صحیفه را میگیریم، درس با پایان میرسونیم. افیر چسبیده است. Готовим дома зоез. Бale این کتاب یکی ای زوی است. برای می‌بینید در پشت کتاب کلمه زوی اومدگی است. زویز. No it isn't it's زویز. یعنی وای ای زوی هست. خب رسم سیوم. Hey those are. خب those are یعنی در جای خارجی چی می‌نویسیم؟ رسمی سیم ده جان شیف your. اگر کدام در نظر دارین رقم سه باشون درسته. رسول لطیف چه نوشتین که کردین؟ جان شیف my. نه my نمیاد در اینجا.
Готовим дома. Devs میاد بالا devs بالا رو نگاه کنیم کلمه dev آمدگی های اما یکم بار استفادهش نکردیم devs hey those are devs sunglasses hey نگه که اونها عینکی کی است dev است dev یعنی dev را فرق داره خب رسمی آخران توتی میگه که او پاپکورن همون چی را میگن جواری پکاکا او پاپکورن و کی براین میگه که yes it's در جای خالقی چی می خب جونی شوی devs کتویم دوم devs بله در جای خالقی چی می رسم چهارم ده و آخران ده مای بله به خاطر که مای یک بار استفاده شده در بالا و اونجا نوشتگی بود که باید که دو بار استفاده شود yes it's my popcorn بله این پاپکورن من است خب در اینجا نیز تمرین هست یک صفحه دیگه تمرین موند اما چطوره که اینترنت غم دادسته من خیلی اینجا دیدستم از دیگر کانال دیدستم که علاقه ویدیو به نهایت زیاد چسبیدسته بنابراین نه وقت شما را بگیریم و نه کسانی که بعدا ویدیو رو تماشا میکنن ویدیو زیاد نچسبه در همینجا درس امروزه را به پایان میرسونیم و تا درس های نوبتی خداحافظی میکنیم و معذرت میخواهیم برای اینترنت خیلی گاگا غم میده گاگا خیلی ضعیف میشه جونی شوی وظیفه را میپرسیم وظیفه را میپرسیم بعدا خیر خوش میکنیم رسول نویسمش نمیشه ما اینجا رسول خب یک لحظه ما چی را بکشم برای وظیفه بختیم خب وظیفه حرفی دی بود ها دی حرفی دی مرحمت کنین حرفی دی dog چی می شود ترجمهش dog خب جانک شف اینستاگرام تو نامش دنیای زبان ها اینستاگرام دنیای زبان ها دسترخوان زیبا سگ جانک شف سگ بله یعنی سگ مثلا ترجمهش بله سگ میشه دک دک چی میشه خب دیگران تیار نکردین چی دیگران سیمپل من فرهاد تیجی هم جستیم فرهاد تیجی در درس زبان انگلیسی برای نویادگیران گفتیم برای نویادگیران ملال شدین چی خفه شدین مقصد ما گفتم اگر بیکار باشین بستین یعنی اگر کار داشته باشین مثلا یک گفتیم خبرتون کنیم که برای نویادگیران یعنی مقصد ما نگون چیز دیگه نبود جانک شف مراقبی بله
مرغوبی. خب دیگرها نیستن. دسترخوان زیبا مرغوبی. بله رسول لطیف مرغ. رسول لطیفوف مرغوبی می شود. دک مرغوبی. خب دور. دور چی می شود؟ دور گتویم دوم مرغ. نه مرغ نمی شود. دک مرغوبی می شود. مرغ چی می شود؟ چیکن. چیکن می شود. اگر خطا نکنم سیمپلمن یا جانک شویل اگر خطا کردیم طرز درست شد نویسین. مرغ چیکن می شود به فکرم. خب دور. دور چی می شود؟ دور جانک شویل در. بله درست. خب دیگران فعال نیستن اوخه. سیمپلمن جانی کی فرهاد تجه اونجا هستین؟ خب جانک شویل در. بله دسترخوان زیبا در. جانک شویل هن. هن می شود. چیکن چوجه. فهمو. تشکر زیاد که جانک شویف. سیمپلمن ما با دیر کردم وقتا ایواز شیدگی استاد گفتن فهمین در غریبی چه خیلی. خب هیچ گرد نداره. سیمپلمن خوش آمدین بار دیگر. خب دور نوشتین در. دکتر. دکتر. دکتر چی می شود؟ سیمپلمن یکم سگ. دویم مرغوبی. سوم در. بله چهارم دکتر. دکتر. بله رسول لطیف دکتر. بله سیمپلمن دکتر. بله تشکر زیاد. خب دکتر. داکیومنت. داکیومنت دسترخوان زیبا دکتر. گتایم دوم دکتر. جانک شویل دکتر. بله داکیومنت. داکیومنت. داکیومنت سیمپلمن حجت. بله رسول لطیف حجت. بله خب دیگران زیبا دسترخوان زیبا حجت. بله دول. 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 خب گتایم دوم داکیومنت به زبان روسی گفتن. خب حجت. بله جانک شویل حجت. بله دول. دول. سیمپلمن لختک. بله جانک شویل لختک. بله گتایم دوم لختک. بله دسترخوان زیبا لختک. بله رسول لطیف لختک. بله خب کی باشد؟ درایو. 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 درایو چی می شود؟ درایو ماشین. نه سیمپلمن راندن. بله درایو راندن رو میگم. I drive a car. من ماشین میرانم. راندن. راننده. نه راننده نمیشه. درایور بعدا راننده میشه. درایور. درایور راننده. اما درایو راندن میشه. جانک شویل راندن. بله درست. خب بله همین قبل است از حرف دی. خب می نویسیم وظیفه خانگی را برای پگاه. برای روزی دوشنبه. باز درس انگلیسی روزی دوشنبه می شود. اگ. اگ
خب اولی کلمه رو با نشون تیم dog سگ duck مرغابی دور در document حجت مستند سند دکتر دکتر پزشک دول لختک درایو راندن خب اینترنتی ما سسته دیر میاد جواب نیاز اینترنتی ما هم سسته راستی چند باشه افیر چسبیده سته و هم خاطر گفتیم درس به انجام رسونیم خب با حرفی ای می نویسیم egg 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 کسی نوشت پلوس مونا تا که ته بنویسید باز کلمه های ته بودگی را نشون میدیم egg eat egg eat egg eat egg eat ear ear egg eat ear egg eat ear علامات نویسیم کسی نویس خبر کنه سیمپل من نوشتن خب دیگه رو هم نوشتن egg eat air صدبرگ اومدن سلام با هم چی گه بجا ایجا خستی من بخون نمیدونم چی گه خوش آمدن صدبرگ بانو خب دیگر رو نوشتن وظیفه خانگی برای درس آینده خب سیمپلمن علیکم و سلام دیگر رو یکان جواب ندادن خب کلمه های ته نشان تیم خب کسانی که اسپیل نکردن از افیر تکرارن مونن آخر افیر باید بنویسن خب که باشد I کلمه چهارم I کلمه پنجم is صدبرگ چی سوال صدبرگ بانو درس زبان انگلیسی بود تمام شد یعنی آخری درسه یعنی هر درس یک 4-5 کلمه وظیفه میتیم با درس آینده بود میپرسیم معنی هاشه ترجمه هاشه یعنی وظیفه خانگی دو دستیم جونیک شویف پلوس سیمپل من درسی انگلیسی داریم بله ears خب افرام 5 کلمه است بله 5 کلمه است از اینجا 5 کلمه بود از حرف ای خب کی باشه در همینجا درس هم به انجام رسید وظیفه هم دادیم و گفتنی هستیم که thank you for watching تشکر برای تماشا کردن برای اشتراکتان و خداحافظی میکنیم همینجا چون که اینترنت و فیلم سست است وقتای شما رو نگیریم اگر سوال پیشنهاد داشته باشین اگر مرحمت بفرمایید 1-2 دقیقه دیگه نداشته باشین خب افیر به انجام میرسونیم صدبرگ آخرش گلبزم
کنه مالیم همین زیقم خنده رو کدگین کو خب اگر سمایلی که گریه روی میکردین خیلی گلماز مسار میکنه خنده روی کدگین معلومه که خرسنده نکرد سیمپل من دورای وطنم استاد سلام و درود و علیکم سلام دورای وطنم خوش اومدین علیکم بر سلام تشکر برای اومدنتون سیمپل من استاد روز تا روز کم شیدسته خیلی میشوه ای افیر یکم تون کلمه ها رو روان میکردین خوب میشه انشالله از افیر یکم روی میکنم از افیر یکم زیادترم بله جونی شو مایلش مردم استاد در اینستاگرام تون جواب دین خوب بنویسین جواب میتین اگر حاضر نوشته باشین جواب میتین حاضر اینستاگرام باشین خوب اینستاگرام داخل کردگی نگون چی نامده از اولگی گیردر آمدیم برفتیم اینستاگرام جونی شوی جونی شویف اینستاگرام دواز نگون چی نامده اگر بعدا خیلی خط کنیم خوب انشالله که جواب میتیم دورای وطنم 13 لایک استاد تشکر برای لایکتون سلامت سربلند باشین صدبرگ خیلی نه گیره روی کده نه خب گلبازم سر کنیم والا گلبازم به همتون خوابای خوش استاد شمودم بر بلبوری سلامت باشین سیمپل من تشکر برای تمنیات فیو بجوی خین نویسم آسان نوشتم دکجو فیو معلم زبان انگلیسی آسانه یا روسی چی را نخوندیم گفتونه بله مقصد زبان انگلیسی خینه یا زبان روسی ها این خیلی در زبان روسی گبزنیش آسانه یعنی دم یک استرودیکه در یک جمع یک مقال کنی یادش میگیری مثلا گبزنیش ها اما گراماتیکش همین بعضی روزها خودشون در فیسبوک در اونجا بنویسیم چون که مثلا همینجا رو نفهمیدم چی میشه و همین گراماتیک همینجا رو بفهمون مگر если честно сказать я тоже не понимаю یعنی گراماتیک زبان روسی به نهایت قین است اما زبان انگلیسی گفتارش قین است یعنی گپ زدنش قینه اما گراماتیکش به نهایت آسانه مثلا در زبان روسی سه جنس میانه جنس زنانه جنس مردانه یعنی мужской род, женской род, средний род در زبان انگلیسی هیچ چیز نیست یعنی زمان جنس ندارد زبان انگلیسی اون که هست هی شی ای اینها برای نشان دادن مردینه یا زنانه است اما با مثل اینه که مثلا در زبان روسی مثلا ماشین женской род است و стакан مثلا که мужской род است با این خیلی نیست مثلا در زبان انگلیسی و هم در زبان انگلیسی مثلا یک چیز دیگه که совершенный вид و несовершенный вид این چیز در زبان انگلیسی نیست یعنی خلاصه کرده بگیم زبان انگلیسی از لحاظ گراماتیکی به نهایت آسان است اما از لحاظ گپزنی کمی دشوار است زبان روسی از لحاظ گپزنی آسان است اما از لحاظ گراماتیکی خیلی دشوار است سیمپل من به همتون خوبای خوش استاد شما در بلبل سلامت باشین دورای وطن همه کسا در امان خدا باشین همتون نگهبان باشد خدا همتون نگهبان باشد سلامت باشین دورای وطن تشکر صدبرگ فیو خیک گفتستم دورای وطن استاد سلام ما را به آیلتون خواهر ما برسانین انشالله حتما برسانین تشکر زیاد علیکم بر سلام صدبرگ سوزین بسر خودی و علیکم سلام خوش آمدید جان دورای وطن خب دورای وطنم جواب تام گردوندن اینا صدبرگ ناز رحمت شما چی حال دارید دوگانه فیو صدبرگ خولیگانی نکن درست صدبرگ دستر خون خیلی دستر خودی و علیکم سلام صدبرگ مایلش خیلی من رفتم من خولیگان گفتیم
یعنی خلیگان نیستن خواهر ما یا که اپای ما. خب همینجا خیر خوش میکنیم والا. خداوند همتون نگهبان باشه. شبی خوش به همتون. See you on Monday. یعنی تا روزی دوشنبه. اوکی. از لحاظ زبان انگلیسی. اما ما هر روز افیر داریم از دیگر زبان ها یا که سوالجو یا دیگر مثلا. تشکر به همتون. موفق و مؤید سربلند باشین. ای مردم بیدار پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. دوره بطنیم گل در بالای تراکتور دوامش نمیدونم. یعنی در آخرای گلبازم چی میگفتن؟ یعنی گلبازم وقتی تمام میشد که گل در بالای نمیچی گلباز ما تمام میگفتن چی میگفتن؟ که صدبرگ چی کن با یک گلبازم خاتمه ببخشش خاتمه ده افیری مورا صدبرگ افتاد من 1990 خواهر میشدین. برای بطنیم خوش باشین. زیبا جان فرهاد جای سلام فرهاد جای خوش آمدین. در افیر یکم گفتیم که برای نو یادگیروهای دیگه در افیر نبودین گفتیم ولی خفه شدین. اگر خفه شده باشین معذرت. من مقصد می بود که بدونین که افیری حاضر کردستیم یعنی گذشته برای نو یادگیرو بود. اگر کار داشته باشین میتونین اپلای کارتون بشین. برای بعضی هم میارم میگه ای با الفابet سر کرد مثلا. به همون خاطر گفتیم یک آگاهتان کنم. رحمت معلم به همه شب‌های رحمانی سلام باشین. سلام دور ای وطن دور ای وطن ملدس سخنیمان در زمین نموندین. کو صدبرگ کو گلباز ما با آخر برسون یک افیره گل در بالای بام گلباز ما تمام آنها دسترخوان زیبا با گلبازم تمامش کرد افیره. خب جان شریف همینجا باشین اگر آمد خطون از جواب میتم اینستاگرام ده. خب دوستان گرامی شب خیر. شب خیر یار دوستان شب خیر. شب خیر هموطنان شب خیر. فیو گل در بالای حمام به همی گلبازم تمام. صدبرگ شوخی میکنه. صدبرگ گلت گل لاله خودت بچه خاله رو بیار پیاله هر دو زنیم پیپسی کولا دسترخوان رشک نکنی با فراد جی خداحافظ. فیو صدبرگ شما دختر نغز همه وقت امور پرسی میکنید ولی انشالله دختر نغزم. خب افیره خر میکنیم. دوام گلباز و صحبت را بود در درس های آینده. خب صدبرگ معلم ارتیسی شما خیلی جوش بیا ارتیسی میکنیم جوش بیا حافظی میکنیم جوش بیا سرایندگی میکنیم. ما بر وقت کوکاکولا را خوردیم شما دیر کردین. صدبرگ واه ای راستی دلشد تجه тук можно войти учитель? Да можно. Приходите присаживайтесь. Заходите, присаживайтесь. Чего, Лорен, как делишки, Дилшотиджи? Как здоровье? Дилшоджан, Крёши, Дилсози, Хуби. Феогуфтан, Дилшотиджи, здравствуйте. Сегодня я опоздал, как всегда. Ничего. Валя, Русти, Сарбак. فیب قریب اوچما تلفن کنیم که دلشد کجا ده. Спасибо большое, сестра Фариза, вы как?
Садбак садои бачаам мегӯяд оча манам нависам, гуфта гирья дорад. Дилшод Хаҷи, учитель, как вы? Хорошо, спасибо. Слава Богу, у нас все хорошо. Фею салом дударак фармод Хаҷи, гул ба даст меравад, дасти ба даст меравад, гулро шикаст надиҳед, гул ба ҳавас меравад. Бале, гул ба ҳавас меравад. гула ба духтар натеки, духтар худаш гулай. Гула ба бача бутеки, бача ошиқи гулай. дар ҳамин ҷа ка биёед ҷамъбастиш кунем. Фею Дилшод ҷон дигар дер накун. Дилшод Хаҷи, хорошо, сестра Фариза. Окей, всего вам доброго. Садбак саломо, ҳеҷ замона, ҳеҷ дунё ҳама ҳеҷ, эй ҳеҷ баҳри ҳеҷ, бар ҳеҷ мафеҷ. донӣ ки зиёдамӣ чӣ мемонад, бас меҳр асту муҳаббат асту боқӣ ҳама ҳеҷ. Бале, Дилшод Хаҷи, сегодня я русский, а завтра буду турком. Окей, окей, добро пожаловать всегда. Хоб, эфира дар инҷа қатъ мекунем дӯстон, боз дарози бад нашавад. Фею молодец, дударак. Окей, всем пока. До завтра. See you tomorrow. Фарҳод Хаҷи, апи фею айрости Дилшод дударактона ё ин ки шӯхӣ мекунед? эфира қатъ накунем. Хай шумо чақчақ кардам ки ман кира ҷавоб дод. Бародар ҷони Кишоев навишта дод. Hello Jonik, how are you? Welcome. Садбак ман алифбо мехонам, буро мехонам, алифбои сурадар, сураташ ҷудо, бисёр қад-қади роҳи калом, бачаҳо шоду хандон сӯи мактаб мераванд, мурғобиҳо медаванд. давраи гудогира ба ёд моновардем-да. Фею муаллим англисӣ ҷавоб доданд. Ба ҳама шабои равонӣ, ба шумо шаби хуш. Фею додармай, Садбак ханда, Дилшод, до свидания, учитель, завтра увидимся. Окей, до свидания. Дилшод Хаҷи, сестра Фариза, завтра. Дилшод Хаҷи, сестра Фариза. Фею